در روز آخرین مسابقه گراند اسلام تیفلیس جودوکاری توجی کامرونشوی استوپیریون در وزن 90 کیلوگرم با تاتامی برآمد. کامرونشو در دور اول آزاد بود. در دور دوم مقابل حریف روس الدار الاخوردیف نیروسنجی کرده با گرفتن 3-2 ناکام شد و از ادامه رقابت‌ها بی‌نصیب ماند. ابوبکر یکوبیر هم در وزن تو 100 کیلو موفق نشد. او از رقیب یکم خود اوتر سینگ هند شکست خورد. همین طور مانده است که ما به رقابت اون توجه میکنیم و همین طور ما در وزن تو 100 کیلو همزمان ورزشگر دیگری ما جهانگیر مجیدوف هنرنمایی نمود. مجیدوف در دور دوم نماینده اوکراین سویتسکی را از سر راهش بیرون کرد. در دور سوم جودوکار شویتساریا دانیل ایچ جهانگیر را مغلوب نمود. با همین گراند اسلام تیفلیس برای منتخب جودوی تاجیکستان به برار خاتمه یافت.